خلیل ابراهیم جیهان در نقش یامان و سیلا ترکوغلو در نقش سحر در سریال امانت یه وجه مشترک دارن. اونا تا الان اجازه ندادن که هیچ خبری از روابط عاشقانشون در گذشته جایی درز پیدا کنه و اینکه اصلاً با کسی در ارتباط بودن یا نه یه علامت سوال بزرگ توی ذهن طرفداراشونه. اما علامت سوال بزرگتر مربوط میشه به عشق خلیل و سیلا به هم. آخه به قدری زوج سحر و یامان توی این سریال مورد توجه بیننده ها قرار گرفت که حتی پیشنهاد ازدواج یامان به سحر توی سریال هم کلی همه رو هیجان زده کرد. دیگه چه برسه به واقعیت. اما به نظرتون توی واقعیت هم اینطور عشقی بینشون هست یا نه؟ اوایل سال 2021 اخباری منتشر شد که این زوج با هم توی منطقه اتیلر دیده شدن. هنوز چیزی از این خبر نگذشته بود که یه ویدیو شبکه‌های اجتماعی رو به لرزه درآورد. بله، توی این ویدیو این زوج دست تو دست هم شکار شده بودن. حالا یه عده میگفتن اون یه صحنه از سریاله و یه عده معتقد بودن که مدرکی داله بر رابطه عاشقانه اونا. اما بشنویم از واکنش این زوج. اونا ترجیح دادن در مورد این ویدیو سکوت کنن و هیچ توضیحی ندن و همین به شایعه ها بیشتر دامن زد. اما نگم براتون از خبر پرسر و صدای بعدی. میدونین که خلیل ابراهیم جیهان خواننده هم هست. حالا گفته میشه اون داره واسه دوست دختر خودش یعنی سیلا یه آهنگ آماده میکنه که قرار قبل از پایان سال اونو منتشر کنه و سیلا هم از این کارش واقعاً هیجان زده است. جالبه که این خبرم از طرف این زوج نه تایید شد نه تکذیب. به نظرتون دلیل این سکوت‌ها چی میتونه باشه؟ این زوج در مصاحبه با یه مجله واکنشای جالبی به سؤال وجود رابطه عاشقانه بینشون داشتن. خلیل که کلاً از جواب دادن به اون تفره رفت. سیلا هم گفت هر دوی ما اول حرفه بازیگری هستیم. زندگی شخصیمون پیش خودمون خصوصی بمونه و در مورد اینا حرف نزنیم. ما دلمون میخواد با کارمون ازمون صحبت بشه. و نکته قابل توجه این بود که سیلا ادعای رابطه عاشقانه‌شون رو رد نکرد. اما چند وقت پیش این زوج مهمون یه برنامه آشپزی معروف بودن و حال و هوای عاشقانه این زوج در طول برنامه و نگاه‌های عاشقانه اونا به هم مخصوصاً موقع ترانه خوندن خلیل دوباره اونا و اخبار رابطه عاشقانه‌شون رو سوژه رسانه‌ها کرد. حالا باید منتظر بود و دید وقتی این سریال به پایان برسه عشق این زوج علنی میشه یا نه. از دیدن این ویدیو لذت بردین؟ اگه دلتون میخواد بازم از این ویدیوهای داغ و باحال ببینین و اولین نفری باشین که از اخبار جنجالی روابط بازیگرای ترکیه با خبر میشه، همین الان این ویدیو رو لایک کنین و عضو کانال لنز بشین.